کشتی مردگان آزاد شده. هیولای تاریکی زنجیرها را پاره می کند. یورمونگوند از دریا به خشکی می آید. آیا خدایان سقوط می کنند؟ آیا جهان از بین خواهد رفت؟ اما اودین سپاهیانش را فرا خوانده. پدر همه خود در برابر هیولا می ایستد. ثور به جنگ مار عظیم و جثه می رود. لوکی پدر هیولاها پایان جهان را رقم زد. اما چه کسی در برابر پدر هیولاها مبارزه می کند؟ هیمدال این چالش بزرگ را می پذیرد. جنگ در می گیرد، اما این تلاش ها بی‌فایده است. مبارزات جنگجویان والهالا از خودگذشتگی های خدایان ثمری ندارد. آیا جهان تمام می شود؟ این است داستان رگناروک.